امروز توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که 8 نفر اول دنیای بوکس کی بودن و با هم دیگه آمار برد و باخت و افتخاراتشون رو بررسی کنیم. تا انتهای ویدیو همراه باشید و بریم سراغ بررسی اشخاص. اولین نفر پدی رایانه که تاریخ تولدش 15 مارس 1851، ملیتش ایرلندی آمریکایی، آمار مبارزاتش هم 2 برد 7 باخت و 3 تا هم مساوی داشته. افتخاراتش هم که قهرمان سنگین وزن آمریکا از 1880 تا 1882 بوده و مبارز در دوره بوکس برهنه دست هم بوده. نفر بعدیمون جان ال سالیوانه که تاریخ تولدش 15 اکتبر 1858، ملیتش آمریکایی بوده و آمار مبارزاتش هم 38 تا برد و 1 باخت و 1 دونه هم مساوی داشته. از افتخاراتش آخرین قهرمان بوکس برهنه دست، اولین قهرمان سنگین وزن با دستکش 1882 تا 1892 هم بوده. نفر بعدیمون که تامی رایانه، تاریخ تولدش 31 مارس 1870، ملیتش آمریکایی، آمار مبارزاتش هم 86 برد و 3 باخت و 6 تا هم مساوی داشته. از افتخاراتش بخوام بگم قهرمان دسته های ولترویت و میان وزن بوده و یکی از تکنیک‌ترین بوکسورهای قرن 19 هم بوده. نفر بعدیمون جک بوکه که تاریخ تولدش احتمالاً 10 سپتامبر 1861، در وقتی منابع هم 1869 هم اومده. ملیتش آمریکایی، آمار مبارزاتش هم 5 برد 3 باخت و 4 تا هم مساوی داشته. از افتخاراتش شرکت در طولانی ترین مبارزه تاریخ بوکس بوده که با اندی بون بوده و 110 راند طول کشیده و 7 ساعت و 19 دقیقه بوده. نفر بعدیمون جیمز جی کوربته که تاریخ تولدش 1 سپتامبر 1866، ملیتش آمریکایی و آمار مبارزاتش 11 برد و 4 باخت و 3 تا هم مساوی داشت. از افتخاراتش اولین قهرمان سنگین وزن در بوکس مدرن معروف به جنتلمن جیم به دلیل سبک علمی و تکنیکی فوق‌العاده خوبی که داشته. نفر بعدیمون جیمز جی فریزه که تاریخ تولدش 15 آوریل 1875، ملیتش آمریکایی و آمار مبارزاتش 19 برد 1 باخت و 2 تا هم مساوی داشت. از افتخاراتش قهرمان سنگین وزن جهان از 1899 تا 1905، سبک فوق‌العاده فیزیکی و قدرتمندی داشته. نفر بعدیمون جک جانسونه که تاریخ تولد 31 مارس 1878، ملیتش آمریکایی و آمار مبارزاتش 73 13 باخت و 10 تا هم مساوی. افتخاراتش اولین قهرمان سیاه‌پوست سنگین وزن تاریخ، شکست فریز در مبارزه قرن 1910 و شخصیت برجسته در تاریخ مبارزه با نجات پرستی. نفر بعدیمون جک دمپسیه و تاریخ تولدش 24 ژوئن 1895، ملیتش آمریکایی، آمار مبارزاتش هم 53 برد 6 باخت و 9 تا هم مساوی داشته. افتخاراتش قهرمان سنگین وزن از 1919 تا 1926 و یکی از محبوب ترین بوکسورهای قرن 20 بوده، معروف به سبک تهاجمی و نوک‌های سریع داشته. خب دوستان، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما پیج من رو سابسکرایب کنین، چون که از این ویدیو خیلی میذارم و توی کامنت ها بگین بهترین بوکسور تاریخ کیه.